دایناسورها رو آغاز کردند. 2 سال پیش بود که 8 کروکودیل برای راه اندازی یک تجارت جدید در ایران وارد هنگام شد و اکنون مجموعاً 35 سر کروکودیل وارد شد. محموله اول از کشور مالزی بود و واردات دوم از کشور تایلند. آقا بهروز هم میگوید تاکنون 500 میلیون تومان برای پرورش کروکودیل هزینه کرده. حدود 70% سهم خودمون بوده، حدود 30% هم بله تسهیلات بانک کشاورزی استفاده کرد. کروکودیل‌های وارداتی در مقایسه با کروکودیل‌های بومی سیستان و بلوچستان از رشد سریع کروکودیلوس پارازوس هست. در شوری آب 15 تا 20 در هزار زندگی میکنن. بهترین گونه پرورشی در جهان هستن. در سن 10 تا 12 سالگی بالغ میشن و بعد از سن 3 سالگی که حدود وزنشون حدود 50 کیلو میشه میتونیم جهت استفاده از گوشت و پوست اونا جهت صادرات کشتار بشه. صادرات چرم و کروکودیل زنده، برگزاری نمایشگاه کروکودیل، تولید محصول از پوست کروکودیل و تکثیر و تخمگیری از مهمترین. امیدواریم که امسال کروکودیل هامون تخم بذارن. هر کروکودیل بین 40 50 یا 60 تا تخم میذاره که بتونیم اگر بتونیم امسال تخم بذارن ما حداقل 10 تا بچه هم بتونیم بگیریم. خب تولیدمون رو شروع کردیم. پوست کروکودیل با ارزش اقتصادی بالایی داره که 70% قیمت اون رو تعیین میکنه و ناگفته نماند که از خون کروکودیل هم به علت وجود آنتی بیوتیک در داروسازی استفاده میشه.